سلام بچه جان، خوب هستی؟ جان جور است، سلام خوب هستی؟ جان جور بخیر. مادر پدر خوبه؟ خوبه شکر کنه. خوب هستی؟ جرماندی بچه؟ سلام چطور هستی؟ بچه یاد جان چشمایت روشن؟ چشمای خودت روشن، چشمای دوستا روشن. سلام عرض میکنم خدمت دوستایی که ما رو میبینن دیگه. امیدوار هستم که حالشان خوب باشن دیگه. همونطور که در شروع ویدیو ما دیدین بابایم بخیر از سفر پاکستان پس آمدن. بابا جان چطور هستی؟ شکر باشیم. چی حال احوال داری؟ شکر الحمدلله. بخیر آمده؟ خیر نصیبتون باشه. بخیر آمده. نزدیک بابای ما گفته بودم زیارت ها قبول کنیم. چطور بود بابا سفرتان چطور بود؟ سفر ما خوب بود بشیم. سفر سیاحتی نبود دیگه، سفر بود که مریضی بود. مریض بودم، گوش و گوش و ذهنم طرف یعنی دوا و دکتر از این بود که پیشکی ببرم، دکتر خوب ببرم که از این راه دور آمدیم. بخیر خداوندی شفا بده دیگه. شفا دهنده خداست که دکتر و دوا یک وسیله است دیگه. در کل خیلی خوب سفر بود. اونجا که رفتیم چانس ما که آقا رضا و فاطمه خانم ما اونجا دیدیم، بسیار خوب شد دیگه. اونا بسیار برای ما کمک هم کردن، ما رو پیش دکتر میبرد. باز خدا خیر بده فاطمه را که انگلیسیش روان است که دکترها بیخی گپ میزد، حاجت هیچ چیز نبود، ترجمان نبود که برای ما که دکترها به حساب ترجمانی دیگر ترجمان میگیریم. اون فاطمه ترجمانی میکرد ما را. اون تا یک دکترها را آدرسش میگرفتیم از دوستا دیگه، هر طرف میرفتیم. رضا و کی بود کردیم فاطمه. دیگه خوب بود. ما خیال ما راحت بود که رضا و فاطمه هر دوشان از پیشتن دیگه. اونا ما خوب از براتون کمک میکرد، بسیار زیاد کمک کرد واقعا. واقعا بلد شدم در مکتب رفتم. دیگه باید هم بلد شوند. دیر یک سال شد دیگه تقریبا با پاکستان دیگه. بابا جان تا پیش خوبترین دکترها بردم که بخیر شفایافت شوه. پیش دکتر ارتوپدی بردم، باز پیش دکتر قلب بردم، باز پیش دکتر شکر بردم دیگه، پیش دکتر چیز قلب و شش بردم. اونم کلشان معاینات ما رو تکمیل کرد، باز دوا داد. الحمدلله از روزی که زیر تداوی گرفتن الحمدلله هم بابایت خوب شدم. یا تکلیف قلب خودم رفته بودم پیش دکتر قلب، باز خودم هم معاینه کلی کردم. باز الحمدلله از پارسال به امسال که قلب بسیار خوب شده. باز دکترم دوای من خیلی کم کرد، تکلیف کم شد. دوستای عزیز ما سلام. دیگه بلال گفت گرفته که دمه اجازه نداد که من برایتان سلام علیکی کنم. سلام دوستای عزیز ما، خدا کنه که هر جای دنیا که هستین خوب و خوش باشین دیگه. این خوشبختانه پدر جان و مادر جان ما از سفر پاکستان پس آمدن. ما بسیار خوشحال هستیم که صحیح و سلامت پس آمدن به خانه، چون که ما بسیار به تشویششان بودیم. هر دوتایشان مریض هستند، راه سفر زمینی هم خیلی دشوار است دیگه. ما خیلی خوشحال شدیم که پس آمدن به خانه دیگه. نال پرسان میکنیم که سفرشان چطور بود که بلال پرسان کرد دیگه. نال از قصه ها و گپایی که در پاکستان انجام دادن و بوده بر ما بیشتر بگویم دیگه. مادر جان دختر تا دیدی دلت آرام گرفت؟ چطور بود فاطمه؟ بچم دختر ما دیدم
وقتی رفتن ندیده بودم شد با من خدایی آمد من خانه نبودم دیدم خیلی خوش شدم شکر خوب بودن و هر دویشان خوب بود. مادر جان تکلیفات خوبتر شده کمتر شدن؟ خیلی خوب شدم بچه از وقت که دال فرق کردیم بسیار. خدا رو شکر. به نظر من که مادر بیخ جوان شدی پس اثر. کاش که چیزی می بود که آدم پیر میشد پس جوان میشد. نه مادر انشالله که بیخ دیگه بعد از این دیگه درد نمی داشته باشی. انشالله که همیشه هم تو خوب و سرحال باشی هم تو هم ما پدر جانم. جور باشی بچیم همراه شما دوستا یک جای. انشالله. چطور بود باز چکرها مزه داد بابایی نداد؟ خوب بود ما چکرهای ما کلش کی بود شفاخانه داکتر تاکسی خلاص دیگه. نه چکرهای بازار. یک روز ما رو تا خوبترین باغ برد و یک روز ما رو رضا برد تا باغ پرنده ها. هر رنگ پرنده ها بود رو سعی کردیم. خب سینا چرا عینک آفتابی زدی تا شب؟ خوشگل شدی. آفرین بچه من چقدر خوشگل هستی گل بابی خوشگل هستی. چی به آینک خیلی قشنگه. حسین تو کوچولستی یا من کوچولستم؟ من نه من کوچولستم. تو کلان نه یالوی. مادر جان میره بگو که به نظرم که فاطمه خواهر جانم بر ما یکان چیز فکر کنم سوغاتی هم روان کرده. روان کرده بچیم خانه شابات بر تو بر بلال پدرت گرفت ما گرفت در دیگه اخبارایتان گرفت. خواهی سوغاتی ها بر ما میتی که دوستای خدا رو نشان بکن؟ چرا نمیتون داخل بیک است؟ در بیک برو بیار. خیلی باش ما برون بیارم نده. تو پهارا بودی و آفرین بچه گلنچا با یک سوغاتی رو کردم ماشاءالله فاطمه خانم. دستش درد نکنم. بیا سینا نگیر بر آقا بلال رایی کرد. سعی کدم سر ندارم دم آورد. خالد تو رو زیاد دوست دارم. خیلی تشکر. هم خالد هم آقا رضا. در هر ویدیوش ندیدی که نمایندگی از تو میکرد. باش من آقا رضا رو ببینم. نیام خیلی تکش خوب شد. بسیار تکه پاکستانی کلش خوب شد. هم ساخت کراچی از رنگش خیلی هم مقبول نازک است. است هم تنگ مقبول. هنوز رنگ سفیدم نپوشیدی. خیلی تشکر از فاطمه خالم. سعی کنین دوستا میگه خدا این رقم خاله بتادم. باز بلال جان خب ماشاءالله یک تا خاله نداری. چی میگه چشم تو باش تو؟ چشم چیزا بترقه؟ چشم بخیل. چشم بخیل سینش بترقه. خب مبارکت باشه بخیر جور بکشی. باشی. میام از تو خطیجه خانم بر تو رایی. مادر جان دست بیا درد حسین بیا پایین نکنه. نبشی بیا. زیاد دست چست ما درد نکنه. هم دست شما درد نکنه چون با این حال مریضی تان با این سختی مشکلات رفتین اونجا بازم بر ما آورده سوغاتی. دست شما هم درد نکنه دیگه دوستا. دست خواهر جانم و یازنه جان ما هم درد نکنه که بر ما سوغاتی روان کردن به یاد ما بودن دیگه. این رنگش خیلی خوب شد دوستا. ما این رنگ هیچ وقت از این رنگ تا لباس نداشتیم دیگه. واقعا خلقه یازنه و خواهرم حرف ندارن. یا از این این سینه طولش میخوری؟ هست. خلش دختگیه. چرا از این رقم تکادم مردانه ندارم؟ ما دلم شد بپشم از یا زیاد خوبش است. من که زیاد خوشم آمد. خیلی خوبش است. خوب رنگ هم انتخاب کردم. دست خواهرم واقعا درد نکنه. خب دوستای عزیز ما خیلی خوشحال شدیم که بخیر پدر مادر جانم رفتن پاکستان صحتیاب شدن. مادرم چون خیلی مریض بود خیلی مدت میشد ما خیلی ناراحت بودیم دیگه. خدا رو شکر میکنیم که خوب و صحتمند شد و پس از سفر خودان پس آمدن و خانهشان جور و صحتمند.
دیگه خداوند مریضای کلگی ما را شفای ناجل عنایت بکنه. دوستای عزیز الهی آمین. دیگه دوستای عزیزی بود از برنامه امشب ما. تشکر از اینکه ما را دیدین و دیگه ای که لایک بکنین و سابسکرایب هم حتما یادتان نره. دیگه تا برنامه بعدی خدا نگهدار.